گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 23. داستانی اسب. یگانه راهی که ما را نجات می بخشید بازگشت به وطن بود. دیگر اندیشه و نقشه نداشت سود. با همین نیت صبح بر وقت به بازار رفتم. اسب خریدم. شام شد. نیت کردم که حداقل یگان کسی را بینم که از مناطق کلاب و وخیاب و درواز آمده است تا بفهمم که وضع چون است. باسمچی و بالشوای کدام غالب گشت؟ حال مردم چی شد؟ راستی دیگر من از کافر بیم نداشتم. اگر کافر هر چی کند رواست، چون که کافر است، بیدین است. از او هر چی انتظاری کشیدن اساس دارد. اما همه خوف من در عمری باقی مانده از همین آدمانی بود که در ظاهر مسلمانی تمام و در باطن زیناکاری بی ایمان بودند. فقط همان وقت به فهم یک ربایی رفتم که یک وقتا برایم معما بود. گوشخراش می رسید. حقیقت زمانه را دیده و سنجیده داملا ممتاز شگناوی چند مراتب مؤلف کتاب تذکرة الشعراء سلطان رشتی را به نیکی یاد میکرد که از جبر فلک دون پرور نهراسیده در کتاب مشهورش یک دو بیتی علی به نام شاعر زمان را آورده است و آن را گشته و برگشته جواباً بر رفتارهای ملا روزی، فسادکار همدیهش و جفاهای از این قبیل جاهلان دیدش با نفرت روی راست می گفت: بیدینم اگر طالب رضوان باشم، من بعد اگر در پای ایمان باشم، شد دشمن جان من مسلمانی من، کافر باشم اگر مسلمان باشم. وقتی دوستانش به او می گفتند ای آشنا، التماس هموارتر، از خیام و ناصر خسرو و عبید زاکانی و حافظ هم گذراندی. ما پیش تو می آییم که تحصیل کرده بخارای شریف هستی، ما را سبق می آموزی، نصیحت می کنی. آخر این چگونه شعار است؟ داملا ممتاز پاسخ می داد: این سخنها یک نوع داد و فریاد یک مسلمانی بیچاره است که از نام رضوان و ایمان و مسلمانی و مسلمانان شریعت و طریقت جبر و جفا کشیده است. کاسه صبرش لبریز گشته است و همچون نشان اعتراض از چنین واقعیت این ربایی را سروده است. و اگر راستش را گوییم، بدبختی ما تاجیکان در خرافات زدگی ما است. ما از علم فرسخها دوریم. شما چون از آن بزرگان یاد کردید احسن، اما آنها همان قدر که توانستند چشم ما را کشادند. ببینید، نه در هر سخن بحث کردن رواست، خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. این کار را جاهلان میکنند که سبب بدبختی ما هستند. ما بزرگان خود را باید آموزیم. چون برابر یا نزدیک با آنها شدیم، بعد وارد بحث کردیم که خودمان خطا نکنیم. نزدیک به سپیده دم، باز در پشت کپه از سمتی که آن البسته به خانه‌اش رفت آمد میکرد، آواز سم و صدای شیهه اسب شناس آمد. آن به آواز سمن شباهت داشت. به خود گفتم آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. اولاد آن اژدها از نابود شدن او باخبر شده اسب را مخصوص سر دادند که فهمند تا صاحب خانه و دری او کجاست، که سبب ناپدیدی آن ظالمی دیوسار گشته است. و یقین از پس این اسب آدمانی آن خونخوار می آیند. هرچی باد دست و آستین برزدم. خود را شیر مرد گرفته
به سینه فراخ به بیرون کپه خسی برآمدم. واقعا سمند بی زین و لجام در سنب چپش بالاتر یک بند 2-3 متره قفسی از پشم الچه بافته شده که نوگش باریک شده کندگی بود روبروی من می ایستاد. من اندیشه کرده و خواطری گفته را به پررگی فراموش نمودم. گردن اسب را با آغوش گرفته از دو بری روی و گردن این حیوانی بی زبان بوسه ها کرده گریستم. آب چشم من بری روی سمند را تر کرده بود. آخر من او را از آوانی که مادرش تولد کرد و مرد به چاینک شکسته شیر داده کلان کرده بودم. دایم نیمی نان حلالی که به من می رسید به دهان او می ماندم. پدرم که حق جوی او را می داد و می دانستم که به این عظیم جستگی سیر نمی شود، پناهی از حق دیگر جانوران خانه شکم آن را سیر می کردم. محض به خاطر سمند پای لوچ سرکشینی می کردم. دامن گندم را آورده به پیشش می ریختم. از خوردن او ذوق می بردم. تا چند توانستم گردن اسب را به آغوش گرفته مهربانی کردم. با آن جانور گپ زده دل پر علم خود را تسکین دادم. چون آرام شدم بار دیگر به پیشانی و سر و گردن سمن مثل دوست جانی و صادق و منت پذیر و آگاه نگاه کردم. اولین بار منظره ای را دیدم که از چشمان این حیوان بی زبان هم اشک می ریخت. جانور در جایش شخ شده مانده بود. به دوری های دور به آن که میشه زند نگاه می کرد. از خرسندی به اختیار اولین بار بعد این حادثه ها دویده پیش خیرامان رفته با هیجان خواستم هدیه بگیرم. خیرامان سمند آمد گفتم. اما خیرامان گویا نشنیده باشد هیچ تعجب نکرد و از خبری من در سماع او علامت خوشحالی هم هویدا نگشت و این شعر از خیالم گذشت. تازه بهارا ورقت زرد شد، دیگ منی کاتش ما سرد شد. چند خیرامی و تکبر کنی، دولتی پارین تصور کنی. پیش کسی رو که طلبگار توست، ناز بران کن که خریدار توست. باز چپ سر با شست پیش سمند دویدم. بار دیگر به این جانوری وفادار نگاه کردم. در این 3-4 روز اسب خیلی لاغر شده بود. گمان میکردی سخت بیمار شده است. خواطر شدم. به کپه در آمده از آن نیم پاره نان را با خود گرفته به اسب یک دراز کردم. سمند آنها را با کمال اشتها و اشتیاق میخورد و دستان من غریب را بوی میکشید. صبح دمید. سمند را درون گل و بوته صحرایی دورتر از اسب نو خریده پنهان و با خارهای پشته اطراف اسب را محکم کردم. دوان بازار رفتم. یک لینچه جو خریده پشتاره به کپه آوردم. نیمی آن را به پیش سمند ماندم. اسب با ذوق تمام به خوردن جو سر کرد. رفته با مشکای خود از جویبار آب آورده جانور را نوشاندم. سر و گردن اسب را با دستانم خارمالیش کردم. حس می نمودم که خیلی قناعتمند شده است. قریبی غروب آفتاب از بازار برای اسب زین و افسار خریدم. اسب سوارش را می شناسد می گفتند. باورم می کردم اما نه تا به این درجه. بار دیگر احساس کردم که سمند چقدر جانوری با پدر و منت پرور است. همه چیز را می شنود، می بیند، می فهمد، حس می کند، می داند. فقط همین که گپ زده گفتن نمی تواند. واقعا رفتاری وفادار احتیاج به سخن ندارد. روز شام و گاو گم شده بود. اسب را آورده در نزد کپه بستم. به منزل در آمدم. اولین بار در این غریبی دل من خرسندی می آورد. خود به خود اندیشه کرده آمدن سمند را به ساده لوحی عامیانه فال نیک می شماریدم. اما نشاط من
دیر دوام نکرد. ناگه از پشت کپه تلپ پاها و با آواز پست گپ زدن 2 نفر شنیده شد. خواطر گشتم. فکر کردم که واقعا سمند را برای آن کشادند که از قفایش بیایند و صاحب آن گناهکار اساسی نابود شوی ظلمه جفاکار را پیدا و دستگیر کنند. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سعیدزاده. انجام قسم 23.